روز پنجشنبه بعد صحبت تلفنی طولانی پرزیدنت‌های ایالات متحده آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین موافقت کردند که در ملاقات روبرو راه‌های ختم جنگ اوکراین را بررسی کنند. پرزیدنت آمریکا گفت صحبتش با پوتین سرمحصول بود و او می‌تواند با رهبر روسیه در بوداپشت پایتخت مجارستان واخورد. کرمل این اطلاع را تصدیق کرد ولی یگان جانب زمان ملاقات را آشکار نکرده است. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان که با رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه روابط خوب دارد میگوید کشورش تیاری به میزبانی گفت و شنید ترامپ و پوتین را آغاز نموده است و احتمال این ملاقات در دوام 2 هفته آینده برپا شود. این رویداد غیر منتظره زمان به وقوع پیوسته است که رهبر اوکراین ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن سفر کرده است و انتظار می رود که در دیدار و گفتگویش با ترامپ از پرزیدنت آمریکا از جمله موشک‌های دورپرواز تاماهاوک درخواست نماید. یاور پوتین میگوید اثنای صحبت با ترامپ پوتین هشدار داد که دادن موشک‌های تاماهاوک به اوکراین برای روند صلح کمک نمی‌کند و بر علاوه می تواند روابط واشنگتن و مسکو را سرد نماید. از این رو رسانه‌ها تلاش مذاکرات پوتین را همچون اقدام دفاعی ارزیابی می کنند. اخیراً مسکو و کیف به پایگاه‌های انرژتیکی همدیگر ضربه‌های سنگین زدند. با دریافت موشک‌های تاماهاوک، اوکراین امکان می‌یابد به هدف‌ها در دلخواه شهرهای روسیه زیان رساند. هفته‌های اخیر احساس می‌شد که کاخ سفید از سرکشی پوتین دلسرد شده میل دارد به اوکراین کمک بیشتر رساند، ولی بعد صحبت تلفنی ترامپ و پوتین از احتمال دور نیست تصمیم رهبر آمریکایی تغییر یابد.